بیننده های خوب، عرض کنم همایش امروز یک همایش دو طرفه است بین یک طرف ایرانی و طرف اروپایی. خب طبیعی است که بخش از مهمانان امروز مهمانانی هستند که از کشورهای اروپایی قدم رنجه کردند و کشور ما رو برای مقصد سفر انتخاب کردند. در خدمت عزیز بزرگواری هستیم، جناب آقای پیتر مایر که در خدمتشون هستیم به عنوان CEO در واقع میدل ایست اسوسییشن به عنوان CEO میدل ایست اسوسییشن که در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر گودرزی در واقع مدیر عامل محترم اوپن ایران هم که در خدمتشون هستیم و زحمت ترجمه همزمان رو در خدمتشون هستیم و برای ما میکشن. آقای دکتر سلام. سلام از شما. حالتون خوبه؟ Hello. Hello. So, first of all, thank you very much for inviting me on to this interview. I'm very pleased to be in Tehran and very particular at this conference. The MEA is probably the largest trade organization in the UK. We work very closely with 500 members completely across different industries. And our role is to increase the commercial trade between the UK and Iran. Okay, let me translate. خودشون رو معرفی کردن که مدیر عامل رئیس هیئت مدیره میدل ایست اسوسییشن هستن و تشکر کردن از اینکه دعوت شدن. این سازمان روابط تجاری بین شرکت‌های انگلیسی رو اختصاصاً با شرکت‌هایی که در اروپا در میدل ایست هستن، خاورمیانه هستن برقرار میکنه و بیش از 500 تا عضو دارن و در حقیقت به این اعضا راهنمایی و مشاوره میدن که در کجا برن، کجا نرن و چه شرایطی رو در نظر بگیرن وقتی که میخوان در خاورمیانه سرمایه‌گذاری بکنن. خب من می‌خواستم از زبانشون داشته باشم که شرکت خودشون رو معرفی کنن که خودشون اتفاق گویا افتاد. بفرمایید خدمتشون که حالا برنامه‌هاشون برای همایش امروز به چه صورت است و چطور دیدن همایش رو و چه توافقاتی تونست اتفاق بیفته تا این لحظه در همایش. What was your view about this summit, and also do you think you made some progress in making some agreements, and what is your general view about and plans for Iran, basically? If I can talk about the plans first, it is to have a presence in Tehran, and we hope to be setting up a Middle Eastern trade office in Tehran. We are currently working very closely with Open Iran, and we very much look forward to developing that partnership. We work on two major points. One is that we work to improve the banking collaboration between the Iranian banks and the British banks. We work very closely with 3 Iranian banks in London. We work with Bank Milli, Bank Persia, and Bank SEPA. Let me translate to this bit. ما هدفمون این هست که روابطمون رو تقویت بکنیم و جایگاه خودمون رو در ایران باز بکنیم. در حال حاضر روابط خوبی، مشارکت خوبی با شرکت اوپن ایران برقرار شده و یکی از کارهایی که الان ما شروع کردیم داریم انجام میدیم کمک بکنیم سیستم بانکی که در ایران در انگلستان مشکل داره، بانک ملی و بانک پارسیان و بانک سپه رو در حقیقت ما کمک بکنیم که مشکلاتی که اونجا دارن برطرف بشه. این یکی از مأموریت‌هایی که به من دادن که من میخوام برم و کمک بکنم این مشکلات برطرف بشه. بسیار خوب. You can carry on. Yeah. So the particular interest of our companies is that we understand that you have very good manufacturing capability in Iran. And شما خیلی ما فهمیدیم که در ایران قوت مانیفکتچرینگ و تولید خیلی بالایی دارین، نیروی صنعتیتون خیلی قویه و توانایی خوبی دارین. And that we can use very good technology in the UK, bring that and share it with companies in Iran, not only to improve the products for the Iranian market, but also very importantly to improve the export capability. For instance, we have very good relations with Pakistan,
with which you have as an important export market. بله، ما از این توانایی‌های بالقوه صنعتی و مانیفکتچرینگ ایران می‌خوام استفاده بکنیم و تکنولوژی که در انگلستان موجود هست بیاریم، این تکنولوژی رو در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار بدیم، شیر بکنیم، مشارکت بکنیم، نه تنها برای بازار ایران بلکه برای تقویت صادرات این گونه محصولات با شما همکاری بکنیم و ما ارتباط خوبی با پاکستان داریم، یکی از کشورهایی که ما میتونیم در حقیقت صادرات ایران این محصولات رو به پاکستان تقویت کنیم. بسیار خوب. خب بفرمایید خدمت آقای پیتر مایر که پیام شما برای شرکت‌های انگلیسی و اروپایی چی هست؟ What would be your message for the British and European companies right now at these conditions? We have had, this is my second mission to bring companies to Iran. The first was in September, and now the first one after sanctions was last week. So we are very sensitive that we have had a very warm reception with the Iranian authorities and companies. So clearly this is the time for more and more UK companies to bring to Iran, and that is what we will be doing. We have a mission planned with oil and gas to coincide with the show in May, and that will be followed by a very important mission on financial institutions. So those are two very concrete steps which we will be following up to what has been a very successful mission on this occasion. میگن که ما برنامه داریم، ما این تا الان 2 تا مأموریت تجاری برای ایران برگزار کردیم، یکی در سپتامبر بوده و یکی هم اخیراً برگزار شد در مارچ و ما برنامه داریم که در می هم یک سفر تجاری، مأموریت تجاری دیگه هم داشته باشیم که با اون کنفرانس نفتی که داره برگزار میشه اینا همزمان برقرار بشه و ما خوشحالیم که استقبال خیلی خوبی شده از ما در ایران و پیام ما برای شرکت‌های خارجی اروپایی و انگلیسی اینه که الان زمانیه که شما باید حرکت بکنید و بیاین و در ایران فعالیت کنید. بسیار خوب، ممنونم از شما و توضیحاتی که دادید. ممنونم از شما. ممنونم از شما بیننده های خوب. Thank you very much and welcome to Iran. Thank you so much. Thank you.